دوستان عزیز، یک مسئله که این روز بسیار برای همه ما مهمه، این مسئله انتظامی مهنت. آخه گوش که مجلس فقط انتظام مهنت از شما طلب میکنه و یکتون احترام کنید. نخواست که در یک زواد کنسربرانی ما اینمی در طول یک ماه آخری نبا 10,558 بنکه نیست. آخه انصاف گفتنی نه پس دایره بخواه انصاف گفتنی نه پمیدانشن گرفتی بودی خدمانه نادی کدیم خیلی بودرینشن گرفتیم بودی با خودمون نادی کردیم خیلی دوستان کریشکش بودی با خودمون نادی کردیم اون نخواب بنکاش هم بگیری بری بغیر داری بنکای تیاری کسی ور میبری اوی تری پدم نیدر که میده صبح یعنی میده صبح دادین نفر مرا حرمت نکنی مرا گم تتون حرمت نکنی من مطول یک کله چویش مو نیست یکی منی فهمه بود دوبر حرمت کرد ایره من میپرسم رئیس نه باید چی میگو؟ میباسی من جواب میدودین؟ اون بچم سیفیاک رفته مکتب باید بگیرم چه رئیس جون من خدای پیش بودون دوام برای من جواب رحمت خیلی که ایمو طلب میکنن من که طلب میکنم با من ای شما چکو میکنم طلب میکنم همیه آخی مزدی معاشتون 100 بونچکر نغده اولکتون نغده میگیرین سری مغد خیلی یکتونه که یک بیدون شناخین خیلی بود رئیس من جواب میدادید دختر چه صبرینه باید از بخچه کودکو نگیرم منش جواب رحمت رئیس خیلی نه اخ کردن آمدن سند نیست بنکه سبیل مونده نیست کریشکر میخرم نیست اون کریشکر او نپوزن نیستن بودرینگو نیست خدا بگیره کارتونه نخو لورو نیستم بگیریم بری نمیگه خیلی نکنیم برادران وقت پیش روی کن نه رئیس لبای چی میگو؟ رئیس من جواب دید خواهد او زنها خوب برای کودکاشون رفته او شما چی کار دارین که؟ ایمه رخصتین جواب میپرسین چی کار دارین؟ رئیس اگر در همین جو شینم کودک میشود برا جوابی